کن خوب اینا رو بده که نگاه یک راه دارم شادای دل من نازنین عزیزم از من جدا شد وای بر من ای نازنین علیکم چای ناوردی؟ دست خیلی آمدی؟ چیه؟ یارم فهمی خودنی خصوص مشکل خواهر کن تو بشین برو میفهمی؟ ایته نمیشه تو برو سعی کن اگه چای مای هست بردا بیار سر زمین من چاش میام با خونه بفهمیدی؟ خدای خسرخ و تکلیف خواهیم روز روشن میکنم ایته نمیشه ای که به خوبی خود نفهمید بفهمیدی؟ چاش من میام خدای خسرخ و مشکل خواهل میکنم دهنم بند باشه تا تو نش کنم اگر پیش میبری بفهمیدی؟ خدمه نگیر که باز من بعد اگه خوب آدم هستم باز بعد آدمی هم هستم اکرام باز باید قرم بگیره اینم بگیرم همینه که لیاز مراعات تعذیب دارم که باو؟ پاکو داره بله سلام خوبی؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ بله تو اینجا چیکار میکنی؟ من؟ نگو نشناختم شما برو بگو دماد نایم وکیلمه برو سعی کن خسر من هست صدا کن برای خسر شما نه؟ بله یار به سرایم برو صدا کن اینجا چیکار میکنه باز فقط این نوکریه هر کی بیای زوم بشکن برو سر زمینا بل بزن برو شخ بزن من ایت کار اینا میگم بله سلام علیکم و علیکم تو اینجا چیکار میکنی؟ کی با تو بود؟ شما نگو ماما بله بفرمایید بیامدم برای زن خو زن خو؟ بله یا کدی زن؟ نگون کاکا احترام شما به سر جا خو کلون مانیم به سر جا خو بله نگذاریم که او روم بالا بیایه اگر رو تو بالا بیایه چیکار میکنی؟ کاکا جان تو چند تا زن تالی از خونه خو بدر کردی؟ من این اختیار خود من دو تا زن چره اینه کاکا نگم حرمت نگاه دم کاکا او خدا به امروز بزن زن خواهد کاکا حالی که ایتر شد خوبی خوب نفهمیدی حالی که خوبی خوب نفهمیدی سکن زن خوب میبارم یا نه زن ما واخی کاکا نفهمیدی کاکا نازی نزنم نه میموره نه کتا بار نازی کاکا از اون یک زن می واخی نرم شد زن نفر به یک نفر کاکا زن نمده یعنی بزنی ماما کاکا یا زن خو میبونی یا لش خو بفهمیدی یا لش خو میبونی یا زن خو میگه یا نمیگه
کاکا با خدا امروز بفهم یا خون ما باید رخته شه یا خون شما خوب ایتا نیه خوبه ایتا ایلا نمیدون بسه که ماما که بزنم وقت از این کل بزنم خدا اگه بزنی خوب ایتا کور زنده نمیگذار نامرده نداری بیا برو بیا بیرو هم بیرونو کاکا برو زنده بیا کاکا برو مرد بیا بیرو خفه کنم خیلی میزنی ماما خفه کنم ماما وقتی که من میجوه من میزنم ماما خفه کردیم یالا دوم خفه کردی نکنه زن نه مردا وقت تیز ماما این دفعه که هیچی باور کنیم خوب خون من اینجا رخته شه دفعه دیگه میام زن خود میبرم یعنی بابا اگه تو نیستی یا اشرف ننی هم کن تو بسته باشه اگه تو نیستی بابا بابا سعی کنیم میبرم یعنی زن من نمیگذاریم ما برو سعی کنیم چیکار میکنم نامردا برو دستمال خبر دار برا تو رو چیار میکنم بفهمیدی تو نمیبینم تا کچه برو بابا خوبی گفتم بیا شما سلام بریم نامر تو بسر که نامر بعدی بسر مردی بسه که شکوی دفعه لنگتون قد میکنم یا نه تبارا بگذار سکن میام یا نه نه خورده بیدی بس که با تو دادن که رنج تو گل شد همین خسور معبراره اما چیم شیره نرمه سالا با 12 اینا جنگ و دعوا داره بگه رقم خیشا داریم چه کاره؟ هیچی ماما بشینی بشینو نرم کنن شدی؟ نه شما نرم نشدی؟ من نه خیلی زدم من یار گل به سر ما بباره ماما همه شلنگ و مشتلقت هم به سر شما دی نفر یار کیف رشی کردم پیشور آدمه با کجای بیعقل خره این تالی 2 تا زن خونه خوب درک کردی اگه زن نمیگه به خونه مادر خوب پیار خوب میرون که یاد کردم اینا رو زیر سپاخ میکنه میزنه اگه میگه میشه هیچی نداریم گوشتی چیزی میمونه برو بستو بیار رو زیر سپاخ میکنه میزنه آخر سیاست رو بیاردم بخونی خاله هردم میبرد زن چند روز میشه آوردین؟ یک برج 2 برج میشه ماما جو پیارمه شما خش ماما هستین خواهی ماما هستین شما روز اول امیر ندیدین خود کل گنده ازی من این چی میشناختم بعدن که عروسی که از بعد از این 2 تا زن دیگر هم یله کرد یومد به من کسی نگفت چیزی من خبر نداشتم 2 تا زن همی بستون و یله کرده؟ با اخلاق معلومه اخلاق نداری بیشور اما ولی نرم کنه نشدی نه خوب چای بشکنم موندگی خود کم کنم بشکنم باشه چای بتو بیاوردم نه اگر زنم بند اگر لنگم چای دیده خوب باشه نمیگم که چای هم بتو بیارم خوبه هیچ تو مرتکی بیده 2 تا زن میگم بستونده و یله دادی زن سیومیه یا ما خیلی خوشی 3-4 روز دیگه باشه میره به پشت خیریت خو
خوب عزیزای بیننده، یعنی نعیم جان دیگه توضیح میدم که چی هست. شینی نگاه کنین که ماشاءالله همه دیواری ها بیامدن. نعیم جان. دوستای نازنین سلام، خسته نباشید به خدمت شما. نگفتم که کانال هراتبورگ هم سابسکرایب کنیم، هم لایک کنیم، هم شیر کنیم. همه زنگولگه که بیاین که دقیق به شما نشونیدم. آقای صفی صاحب بیاین شما. زنگوله که به گردن میه اونا کنه، به گردن همین حال فیلم نیه، به گردن همین همه زنگوله که کنم فشار بدین دیگه. خیر بینین تمام نمایشنامه ما میتونیم از داخل از او دیدن کنیم. انا دیگه که ارزش نداره دیگه. 5 روپیه دیگه، هم 5 روپیه مصرف شمی پول ارزش داره. من پیشم ارزش نداره. من 5 روپیه اگه نمیارزم خداحافظ. خب یک خواهش دیگه هم رسید بگیریم شما پشت صحنه خور. کودکا هستم، نوجوانا هستم، بزرگسالا هستم، همه نام خدا هستم. محمد آقام که نقش داره میه به جلو میه که اونم ببینم. منطقی هست که جلوارچه میگم، یعنی چینگ رود پول پشتو. رود پول پشتو که اگه دیده باشیم اینا برادر دینی مونم که همه گودری به دوش از اینای واقعا زحمت میکشم. امروز خودم همکاری میکنم، مهمون از اینایم. خیر بینیم. خب شما یک لطفی بکنید که مردم خیلی کامنت گذاشتن، من مینار خب دوستا برادرها کامنت گذاشتن، من معرفی کنم. خب برای این قطع کنیم.